این زمین‌های کمپلکسی آگروصنعتی خستیورز میباشد. سهمداران آن بعد غنچینی غله کشتی تکراری زراعت‌ها را به راه مانده شغل کشت کردن را به نقشه دارند. با این مقصد زمین سری وقت شودگار و هموار کرده شده برای کشت شغلی آماده کرده می شود. از صبح بر وقت در این منطقه صدای تکنیک‌های هموار کننده و نرم کننده به گوش می رسد. برابر این سهمداران نیز توسط کلان زمین را به کشت و آبیاری آماده می نمایند. استاد سیدوف سالیانی زیاد است در این خواجگی سروری بریگاده شده فعالیت میبرد. در 22 هکتار پخته کشت نموده در 11 هکتار کشتی تکراری شغلی را به راه ماندنی است. ما هر سال از یک زمین دو حاصل میگیریم. یکم حاضر امسال جمع‌آوری گندم به آخر رسید. از هر هکتار از 4 تا 5 تن حاصل گرفتیم. حاضر مرحله کشتی تکراری شغلی دادی ساده است. ما نیت داریم که از شغلی نیز 4-5 تن حاصل گیریم از هر هکتار. شغلی نیز نوی چلگی که این در پیشپزک در 90 روز پخته میرسد. حاضر به فهمیش من از یک زمین دو حاصل این مثلا گندم اگر خراجات پشت دیگه کشتی شغلی گویا که حاصلش به فایده دیخواه میماند. دوره عالمان ساحه کشاورزی تاکید می‌نمایند شرایط خاک و اقلیمی ولایت سوخت برای رویاندن حاصل بلند زراعتی کشاورزی در کشتی تکراری خیلی مساعد میباشد. از این رو بعد غنچین نمودن حاصل اساسی گذراندن کشتی تکراری موافق مقصد دانسته می‌شود. بعد جمع‌آوری زراعت اساسی زمین‌های کشاورزی از روی موجودیت ماده غذایی کم تامین می‌گردد. از این لحاظ برای حاصل بلند گرفتن به کشاورزان توصیه داده می شود که به خاک‌های سنگلاخ بوری و منطقه‌های تنقیصی آبی پالیزی دارند کشتی زراعت‌های کم آب طلب به مانند ماش، لوبیا، عموم زراعت‌های غله‌دانگی به خاک‌های نمی‌گنجایش بلند دارند به مانند خاک‌های مرزاری و مقرری گذراندن زراعت‌های سبزیجاتی یعنی که سیر آب طلب توصیه داده می شود. مهلت اپتیمالی کشتی زراعت‌ها تا 25 ماه ایول پیش بینی گردیده. متخصصان ساحه استفاده تخمی‌های تیزپز را که در ظرف 70 و 100 روز پخته می‌رسد توصیه می‌دهند. بعد غله‌دانی‌ها کشت سر می‌کنند تا 1 آگوست باید کشت گذرانده شود. وابسته از نوع‌هایی که نوع چیلگیش هست در آنجا میتوانیم ما کشت گذرانیم و نوع‌هایی که سال دیرپزشون هستند و ها رو بر وقت‌تر باید کشت کنیم. و در اینجا با ما میتوانیم کارتوش کشت کنیم در منطقه اوچکلچه. یگانه این نوع‌های پیش‌پسترین این پیکاسو میباشد و یک با نوعی دیگر هسته این باشد آلدین. این هم نوعی بر وقت‌ترین است. اینها بر وقت کشت کنیدگر بر وقت‌تر حاصل جمع‌آوری دارند. یکم دهه ماه نوامبر حاصل غنداشته گرفته می شود و دیگر سبزیجاتی که ما گفته گذاشتیم در اینجا سبزی هم کشت گذرانده می شود. سبزی 25 ایول کشت گذرانده می شود و نوع‌هایی که ترب و شلغمی که هست اینها تا 5 آگوست مهلت دارند. مهلت کشتی اپتیمالی دارند. سالی روان در همه شکل‌های خواجگیداری کشاورزانی ولایت در میدان 40,000 هکتار کشتی تکراری زراعت‌ها را گذرانده‌اند. تا به امروز در میدان 1,500 هکتار کشتی تکراری زراعت‌ها گذرانده شده است. تدبیر مذکور برای تامین بازار جمهوری و ولایت با محصولات تر و تازه زمینی واقعی می‌گذارد. با این مقصد در بیشتر شهر و ناحیه‌های ولایت بعد به انجام رساندن جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها کشتی تکراری زراعت گذرانده شده. دهقانان برای قانع کردن طلبات مردم چاره‌های سری وقتی می‌اندیشند. تا 25 ایول اگر ما کشتی شغلی تکراری گذرانیم آن نوع‌هایی که وگتاسیون کوتاه میباشد جورمکه برای دان که 90 روز دوره وگتاسی دارد این هم اگر کشت کنیم اگر ما بعد پس از این ما کشتی لوبیاگی ها ماش لوبیا میکنیم چون که وایان وگتاسیش چنانی که اینجا تاکید شد 60-65 روز خصوصی خاصی لوبیاگی ها از آن عبارت است که لوبیاگی ها برای بلند برداشتن حاصل خیزی خاک تاثیری مثبت دارد زیرا به خاک آزاد را توده میکند. بنابر همین در کشتی تکراری ما و ناحیه‌های سپیتامین، ناحیه جبار رسولوف، ناحیه باباجان غفوروف، قسمان کانیبادام، اشت کشتی تکراری سبزی خیلی
ҳосил баланд медиҳад, чунки хоҷигоҳи пешқадам то 350-400 сентнер ҳосил мегузоранд. Инчунин солҳои пеш шароити мусоид буд барои кишти кунҷуд, чунки равған бисёр кам буд. Дар аксар мавоқиф ва ҳам вегетатсияш бисёр кӯтоҳ, равғани хеле нағз дорад, то 60-70% равған медиҳад. Солҳои пеш мо ин таҷриба кардем, хеле натиҷаи хуб медиҳад. Инчунин дар минтақаҳои Сарошан, Свитамин кишти гречиха бароҳ монда шуда буд, бароҳ монда шуда буд. Инам киштикара мумкин, гречка ҳам хоситаш ҳамин ки хока ҳосилнокиша хеле баланд мекунад. кишоварзони вилоят бо мақсади расидан ба ҳадафи гузошташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини бехатарии амнияти озуқавории кишвар ба харҷ медиҳанд. ҷиҳати амалӣ сохтан ва таъмини сабади истеъмоли сокинон ҳар як порча заминӣ дар ихтиёрдоштаи хешро пурсамар истифода бурда, ҳамасола то 2-3 ҳосил ба даст оварданро дурнамоии фаъолияти худ қарор додаанд.